مغز یک مرد توی حالت استراحت 70% از فعالیتش کم میشه، اما زنها توی همون حالت 90% فعالیت مغزی دارن. دانشمندا میگن که زنها یک رادار سیار هستن، اطلاعاتو میگیرن و همیشه در حال تجزیه تحلیلن. نسی جوانترین فردی که تا حالا اعدام شده جورج استینی 14 ساله بوده، تازه بعدش هم بیگناهیش ثابت شده. تمام کسایی که تو اعدامش نقش داشتن به حبس ابد محکوم شدن. حرف زدن با کسی که بهش وابسته هستین حتی 5 دقیقه در روز میتونه شما رو ماه‌ها سر حال نگه داره. اگه موقع تماشا کردن یه فیلم ترسناک صدمه ببینید، میتونید از اون شرکت سازنده شکایت کنید. یه مرد موقع تماشا کردن فیلم جنگیر به خودش صدمه زده بود، از شرکت سازنده $100,000 پول گرفت. اگه هممون سرعت اینترنتی ناسا رو داشتیم میتونستیم همه بازی‌های دنیا رو توی 8 دقیقه دانلود کنیم. اگه بخوای آخرین تماس زندگیتو داشته باشی به کی زنگ می‌زنی؟